با درود فراوان خدمت شما دوستان عزیزم. من در این برنامه 10 تا از پرفروشترین خودروها در تاریخ رو براتون شرح میدم. امیدوارم بپسندید. شماره 10 پرفروشترین خودرو جهان شورولت ایمپالاست که از شروع عرضه این خودرو در سال 1958 تا کنون بیش از 14 میلیون دستگاه از آن در جهان به فروش رسیده. شماره 9 فولکس واگن پاسات که از سال 1973 وارد بازار شده. پاسات که نسل هفتم آن در حال تولیده به دلیل قیمت مناسب و تجهیزات قابل قبول خودرو محبوب خانواده هاست و تا به حال 15.5 میلیون دستگاه از آن به فروش رسیده. شماره 8 یک خودرو حاصل ابتکار هنری فورد مالک کارخانه فورد در ایجاد خط تولید صنعتیه. او برای اولین بار موفق به تولید انبوه خودرو در آمریکا میشه. فورد تی که بین سالهای 1908 تا 1927 تولید میشده و حدود 90 ساله که از خط تولید خارج شده، ولی هنوز صاحب رتبه 8 این لیسته. فروش این خودرو در آن مدت 16.5 میلیون دستگاه بوده. شماره 7 یک خودرو محبوب ژاپنی به نام هوندا آکورد که از شروع تولید اون در سال 1976 تا کنون تعداد 17.5 میلیون دستگاه از آن به فروش رسیده. شماره 6 هم برادر کوچیکه هوندا آکورد یعنی هوندا سیویک. این خودرو از سال 1972 وارد بازار شده و تونسته تا کنون تعداد 18.5 میلیون دستگاه به فروش برسونه. شماره 5 یک خودرو پرفروش آمریکاییه، فورد اسکورت. این خودرو که از سال 1981 وارد بازار شده با استقبال بسیاری در اروپا روبرو شده و تا به حال بیش از 18.5 میلیون دستگاه از آن به فروش رسیده. میگن تولید مدل جدید این خودرو برای بازار چین هم آماده و روانه بازار شده و تعداد فروش این خودرو در آینده رو به شدت افزایش خواهد داد. شماره 4 خودروی فولکس واگن قورباغه‌ای. این خودرو از سال 1938 شروع به تولید شده که هنوز ادامه داره و تا کنون 27.5 میلیون دستگاه از آن به فروش رسیده. شماره 3 هم یک محصول دیگه فولکس واگنه، بله فولکس واگن گلف که از سال 1974 به بازار اومده و تا کنون حدود 28 میلیون دستگاه ازش به فروش رسیده. دومین خودرو پرفروش جهان از آن وانت آمریکایی سری اف که در چند سایز مختلف از سال 1948 وارد بازار شده و تا کنون بیشتر از 35 میلیون دستگاه از این وانت‌ها به فروش رسیده. خوبه که بدونید این وانت‌ها به کینگ آف دی تراکس یا شاه وانت‌ها هم معروف هستند. قبل از گفتن شماره 1 این لیست یک مطلبی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که ما خیلی از منابع جهانی رو چک کردیم ولی از تعداد خودروهای فروخته شده ساخت ایران آماری وجود نداشت. خواهش میکنم اگر آماری از تعداد به فروش رسیده های پراید و یا پیکان رو دارید کامنت بدید. با سپاس از شما. و حالا شماره 1 پرفروشترین خودرو تاریخ یک خودرو مردمی ژاپنی به نام تویوتا کورولا است که به خاطر مصرف کم، قیمت مناسب و آسایش قابل قبول سرنشینان از بعد به تولید در سال 1966 تعداد 40 میلیون دستگاه فروش داشته.